با نام خدای یکتا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و در کنار عائلتان و در کنار فامیل محترمتان زندگی خوب و خوش داشته باشین. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی رو برای همیشگی فشار بدید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دوستان عزیز، بعد از سفرهای لهستان یا پولش ما عازم سفر آلمان شدیم و اولین شهری که ما رفتیم به آلمان این شهر بیلفیلدی آلمان بود و سفر ما از طریق اتوبوس یا بوس جریان دارد و بریم با هم تماشا کنیم جاده و خیابان‌هایی که به سمت آلمان می روند. دوستان عزیز سلام. ما امروز به سحر رسیدیم. ساعت فعلا 5 سحر است در شهر بیلفیلدی آلمان. هم اتوبوس ما که از ورشاو آمدیم، هم مغزل رای آهن و مغزل اتوبوسی شهر بیلفیلد در آلمان. نصیب باشه ما میریم داخل شهر و ببینید چه چیزها ما دریافت کرده میتونیم و بعد شما به نوار بگیریم. دوستان عزیز، دوستان عزیز، چنانچه گفتم ما رسیدیم به گاه یا وокزال رای آهنی شهر بیلفیلد آلمان. هم شما ببینید از داخل وокزال هم راه قطارها 6 تا راه دارد. یکی از ناحیه‌های دوردست آلمان. این هم ساختمان وокزال است. خیالم از این چیز معلوم میشه که شهرک خوردکک است. شهری کلان نیست چون وокزالش مایده است. که شاید اشتباه کنم نمیفهمم دقیق. خب دوستان ببینید هنوز ساعت 5 سحر است. ما از پولش یا لهستان آمدیم رسیدیم. منتظر برادر هستیم که باید ما را ببرن. میگفتم از فرصت استفاده برم یک نوار بگیرم با شما. خب با ما باشین. سفرها و چه ما جریان داره و اینم بود شرکت سینباد که ما را آورد. این دیگه اتوبوس است که همه خیلی اتوبوس بود. شرکت سینباد با ما باشید دوستان عزیز. برنامه های ما تازه شروع شدن از بیلفیلدی آلمان. دوستان عزیز، میخواستم درباره شهر بیلفیلد آلمان یک کمک صحبت داشته باشم. شهر بیلفیلد در شمال آلمان جایگیر شده است و تقریبا 340-350 هزار اهالی دارد یا نفوذ و یکی از شهرهای کلانترین در شمال آلمان به حساب می رود. شهر بیلفیلد آلمان در سال 1214 میلادی از جانب هرمن رایلسبرگ تأسیس یافته است و قلعه بزرگترین اسپرانبورگ محض در همین جا برقرار کرده شده است و آن سال 1879 میلادی تأسیس داده شده است. شهر بیلفیلد آلمان در 100 کیلومتری شهر گناور، 60 کیلومتری شهر آسنابروک، 70 کیلومتری شهر مانستر، در 100 کیلومتری شهر دورتموند و در 50 کیلومتری شهر پادربان جایگیر شده است. شهر بیلفیلد آلمان با چندین شهرهای دیگری عالم برادر شهر می باشد. از آن جمله با راشدلی انگلستان، با انیسکلن انگلستان، با کانکرنوی فرانسه،
با شهر نگر اسرائیل، با شهر ولیکی نوگورود روسیه، با شهر ژشوفی لهستان یا پولشا، با شهر استلی نیکاراگوا برادر شهر می باشد. در شهر بیلفلد آلمان چندین دین و مذهب ها فعالیت دارند، از آن جمله دین مسیحیت، دین ایودئیسم و دین اسلام. و در نگفتن اما دوستان در شهر بیلفلد کلانترین مسجد با نام وطن جامع ساخته شده است و آن را سال 2004 میلادی به استفاده دادند و امام خطیب های اینجا از برادران ما و شما از برادران ترک زبان می باشند. اینسپکتور یا شهرداری یا شهرسازی یا که مثلا از جهت شرکت های خیلی زیاد در اینجا دیدن ممکن است. و یکی از جالب ترین چیزهایی که من در اینجا مشاهده کردم یکی از بیماری‌های مرکزهای تحقیقاتی یا تکراری بیماری‌های دارای نمادهای شدید مشکلات روانی میباشد که در اینجا تقریبا 6000 بیمار را در یک بخش قبول میکنند. و جالبی دیگر در اینجا است که برای 6000 بیمار 9600 کارگر خدمت میرسانند. شهر بیلفلد را یکی از مرکزهای پیشرفت صنعتی در جهان معرفی کرده است. در این شهر یکی از شرکت‌های بانفوذی مثلا خوراک براری یا که شهرت جهانی دارد استحصال کننده خوراک محض در همین شهر قرار دارد. و دیگر چیزی که شهر بیلفلد آلمان را مشهور کرده است این خود دانشگاه شهری بیلفلد می باشد که سال 1969 میلادی ساخته و به استفاده داده شده است و در اینجا تقریبا 17458 دانشجو درس می خواند. دوستان عزیز این هم ترن های و پایز های بین شهری آلمان و ما خیلی که طرفی خود شهر بیلفلد بریم و این خیلی پایز ها می روم به طرف شهر. دوستان اینم قطارهای ما پایز ما هم آمد بریم طرف شهر بیلفلد با ما باشید.
دوستان عزیز این هم گاخ یا وگزالی رای آهنی شهر بیلیفیلد. منو گفتن هموند اینا ببینین گاخ اساسی گاخ مرکزی شهر بیلیفیلد. ما میریم دوستان ما طرف شهر و ببینیم که در شهر چه چیزا ما رو انتظار است. ما میریم و مرکز خب یه بی طرفی دستی راست میریم یه طرف یه طرف هم دستی چپ. ما میریم طرف مرکز. هم دوستان عزیز صحن بیرونی گاخ یا وگزالی رای آهنی شهر بیلیفیلدی آلمان. و با فکرم اینجا مترو های خودی مترو این هم ساختمان ها و نصیب باشه ما میریم طرفی مرکز شهر. دوستان عزیز هنوزم سیر و گشت ما در خیابان ها و کوچه های شهر بیلیفیلد ادامه دارن و ما دوستان آمدیم با یکی از دیگه کوچه های شهر. میبینید یکی از خیابان های مرکزی خیلی زیبا هم است شهر بیلیفیلد. دیگر کوچه ها و دیگر خیابان های شهری بیلیفیلد. دوستان عزیز هم دیگه کوچه های شهر بیلیفیلد و نصیب باشه ما هنوز مرکز نرسیدیم در کوچه و خیابان هاشیم و میریم طرفی مرکز. بابا باشید دوستان عزیز هنوزم سفرهای ما ادامه دارن در شهر بیلیفیلد. نمی‌دونم که از دیگر کوچه ها و خیابان های شهر مرکز خیلی زیبا و دیدنی و جالب. این هم یکی از کوچه های دیگر شهر بیلیفیلدی آلمان. دوستان گفتن همانند شهر بیلیفیلد آلمان در شمال شرقی آلمان جایگیر شده است و تقریبا 330-340 هزار اهالی یا نفوذ دارد. شهری بد هم نیست، شهری کوچک هم نیست، خیلی شهر زیبا و دیدنی. هم خیمه و میریم دیگه طرف های شهر و ببینیم چه چیزا را ما در قدم میتونیم. دوستان عزیز این هم یکی از خیابان های مرکزی و کوچه های مرکزی شهری بیلیفیلدی آلمان و میریم دیگه طرف ها. هم یکی از مرکزهای سودایی شهر بیلیفیلد. عزیزان اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره شهر بیلیفیلد آلمان و این هم بخش اول و انشالله در روزهای نزدیک بخش نوار پیشکش شما خواهد گشت. دوستان عزیز هر فکر و ملاحظه درخواستی که دارید زیر ویدیو با ما حتما کامنتر بنویسید
و تشکری خاص میکنم از آن نفرها که بیننده برنامه های ما هستند و ما را حمایت میکنن و ما را دستگیری میکنن و با لایک های خود، با کامنترهای خود یک جهان سپاس، یک جهان تشکر. و وقتی زیادی شما را دیگه نمیگیرم، شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.